در ناحیه وسه در دهه مهرآباد جماعت دهات گلستان عید نوروز جشن گرفته شد. دهه مذکور نزد موضع تاریخی قصر شاهان هولبوگ واقع گشته است. از همین سبب جشنواره نوروزی در این دهه در حدود این جماعت دهات جشن مرکزی نوروزی حساب می‌یافت. سال دیگه امر دراز بوده فرزندان را بر نوروز سال دیگه برات ما همین بلاهای اومدگی خدا پروردگار حق مرا نگاه بداره و ساق سلامت فرزندان امر دراز همچون رمز نوروزی ساکنان این دهه مخصوصا زنان و دختران بخشیده به این چهاربینی خانه نوروزی آراستند. طعم‌های ملی از قبیل آش بریده، دلده، سومنک و دیگر طعم‌های خاص نوروز را با صنعت بلند پخته تیار نمودند. بهار آمد صدای بلبل آمد، نسیمی فورنگ بویی گل آمد، لباسی سبز صحرا و برکت، کلاهی سبزه گلو و سرکت. بهار آمد چمن جوش آمد، گلیم و بچه ها در جوش آمد. گران در خامان دفچه زنه، سومنک بوی بهار ای سومنک، عجب نگار ای سومنک، زیبی بهار ای سومنک. در این دهه در برابر دیگر سنت‌های نوروزی بخشیده به نوروز بزم جمشیدی آراسته گردید. مطربان و سرایندگان شناخته جماعت دهات بخشیده به عید نوروز و بهار آغاز کشت و کاری صحرا سرودهای عیدانه خواندند. جشن نوروز در دیگر دهه‌های این جماعت دهات انا همین گونه برگزار گردیدند.